قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار 80. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق تاجیک در دوره چنگیزیان. احوال پیشوران آسیای میانه به یک منوال نبود و در ظرف 2 عصر همیشه تغییر یافته می ایستاد. از منبع‌های خطی معلوم می گردد که بسیار پیشوران به وضعیت غلامی دچار کرده شدند. در آبان اصطلاح آسیای میانه مغول‌ها عموماً یک قسم پیشوران را به مغولستان رانده بردند. بعدتر در شهرهای ایران و آسیای میانه کارخانه‌های هنرمندی به وجود آمدند که به طبقه حاکمی مغول‌ها تعلق داشته. در آنجا پیشوران مثل غلام کار می‌کردند. در برابر این پیشوران مملوک هم به مثل گروهی در بالا ذکر شده بخارا وجود داشتند که به اختیار خود کار کرده در عین زمان به خانهای مغول وابسته گردیده بودند و از کسب و تجارت خود به آنها انداز می‌دادند. گروهی نسبتاً آزادی پیشوران و تاجران نیز موجود بودند که به خزینه حکومت مرکزی انداز تمغه می پرداختند. ظاهراً مقدار این گونه پیشوران تا رفت می افزود. باید قید کرد که انداز را از آنها مأموران دیوان و یا اجاره‌داران جمع می کردند. البته چنین گمان کردند که مغول‌ها پیشوران را اسیر کرده و به غلامی و بردگی دچار نموده، گویا باعث تماما از بین رفتن تشکیلات پیشوری نیز گردیده باشند، هیچ یک اساسی ندارد. برابری تجدید ساختمان شهرهای خراب شده و احیای استحصالات مالی می بایست اینچنین کارگاه و استاخانه‌های هنرمندی هم دوباره برقرار گردیده رو به ترقی می نهاد. یکی از حادثه های ننگین حکم فرمایی استیلاکاران مغول افزایش جنبه غلامداری است. مغول ها نه فقط پیشوران را بلکه تمام اهالی محل های غصب کرده خود را به غلام تبدیل می دادند و آنها را در خواجگی از جمله در زراعت به طور وسیع کار می فرمودند. در بازار غلام آدمان هر قوم و ملت را می فروختند. چون مهنت غلامی نسبت به ترقیات استحصالات بی پروا موافق چشم داشت منفعت نبخشید، چه نوعی که وقفنامه سال 1326 نشان می دهد، تجربه آزاد کردن غلامان و به شخصی وابسته تبدیل دادن آنها به کار برده شد. ضدیت اساسی نه این که در میان اشراف فیودالی و اعیان بادیه نشین، بلکه در بین طبقه بالای فیودالان، اینچنین روحانیان، بازرگانان و سودخوران از یک طرف، دهقانان و بینوایان شهر از طرفی دیگر به عمل می آمد. تأثیر فشارآور روحانیان اسلام به عامه زبون و عقب مانده، خصوصاً رال گیج کننده صوفیه درویشی و شیخان سیرشمار آن، انکشاف شکل‌های بیواسطه مبارزه عامه استثمار شونده تاجیک را بر ضد اسارتگران محلی تماماً پیشگیری کرده نتوانسته باشند هم با هر وسیله باز می‌داشتند. خلق تاجیک در دوره چنگیزیان. مدنیت خلق‌های آسیای میانه در زمان مغول‌ها: معماری، کسب‌های عملی، صنعت.
وسعت فعالیت بیناکاری که در میانه‌های عصر 13 و علل خصوص عصر 14 به وقوع پیوست، به حالت مقرری در آمدن و سپس نسبتاً بالا رفتن حیات شهر و عموماً خواجگی مملکت را انعکاس می نماید. پول ساختمان را فیادلان دینی و اشرافی، حتی نمایندگان جداگانه طبقه حکمرانی مغول‌ها می پرداختند. اما بناکاران استاهای محلی بودند. بنابراین در صنعت معماری این دوره عنعنه‌های محلی همچون تجسم کامیابی‌های معماران آسیای میانه و استاهای گوناگون صنعت عملی ترقیات من بعده و منطقی خود را پیدا نمود. از این دوره مقداری خیلی زیادی آثار معماری باقی مانده است که اکثراً از مقبره عبارت است، ولی از این چنین بر نمی آید که ساختمان عصرهای 13-14 فقط به همین نوع بناهای محتشم محدود گردیده است. از منبع‌های خطی معلوم می شود که مدرسه و کوشک‌ها نیز بنا می یافتند. در میانه عصر 13 2 مدرسه کلان در بخارا ساخته شد. پادشاه مغول کبک خان در نزدیکی نصف کوشک قرشی بنا کرد. در کهنه اورگنج خوارزم مناره با شکوه حاضر قریب 62 متر بلندی دارد محفوظ مانده است. دیگر همین خیل مناره در ابتدای عصر 20 فرو ریخت. این 2 مناره قسمی ترکیبی مسجدی بودند. قدیمترین عمارت محفوظ مانده این دوره مقبره سیف الدین باخرزی می باشد. سیف الدین باخرزی از شیخان خیلی مشهور و بانفوذ بوده، حتی در نزد مغول‌ها اعتباری کلان داشت. او در سال 1258 وفات کرد. اولادان وی بر سر مدفنش مقبره و خانقاه انداختند. سال 1333 این خانقاه را ابن بطوطه زیارت کرده آن را همچون مأوای خیلی بزرگ توصیف نمود. مقبره تا زمان ما رسیده شیخ که در نزدیکی بخارا واقع گردیده است خانقاه ندارد و در عصر 14 عموماً تجدید یافته در پهلوی عمارت قدیمه خود مقبره بعدتر زیارتخانه هم ساخته شده است. قسمی از همه آخر تعمیر یافته مقبره سردری پیشتاقداری وی است. این یادگاری قدیمه به طور عادی ساخته شده در عین زمان خیلی محتشم می باشد. گنبد خردتر خود مقبره، گنبد کلان زیارتخانه و سردری بلندی دارای 2 منارچه پرنقش و نگار تأثیرات بیننده را به پایداری و حشمت این بنا افزونتر می گردانند. مقبره های قبل از تیموری عصر 14 خیلی بسیارند. چند مقبره در مجموع شاه زنده، زیارتخانه نزد مقبره قسم ابن عباس، مقبره سال 1360، مقبره خواجه احمد و غیره، مقبره بنیان قلی خان در بخارا، مقبره های نجم الدین و توربیک خانیم در کهنه اورگنج، مقبره محمد بشارا در پنجکین، مقبره حالا خراب گردیده توبا خان در لینین آباد و غیره از همین قبیلند. اکثر مقبره ها از جهت طرح و معماری به 2 گروه جدا می شوند. گروهی نسبتاً سیرشماری آنها مقبره یک خانگی گنبددار بوده. گروهی دیگر مقبره هایی اند که مثل مقبره سیف الدین باخرزی 2 گنبد داشته از مرقد و زیارتخانه عبارتند. در این دوره بعضی طرح‌های نوی ساختمان مقبره به وجود می آیند که بر بام گنبد شکل اساس یافته بیشتر بنا کردن مقبره های 2 گنبده و حتی 3 گنبده در نظر داشته شده است. آرایشات معماری این دوره خیلی مجلل و گوناگون رنگ بوده. از ترقیات من بعده کسب‌های عملی شهادت می‌دهد. در نقش و نگار بناها گلکاری‌های روی گیل و مینا به طوری وسیع استفاده برده می‌شد. بعضا نقش‌های برجسته‌ای بر تخته‌های گیل پخته کنده شده را با لعابی کبود یا آسمانی رنگ
اندوده در موردهای دیگر فقط کتیبه و یا تصویر اساسی را سیر می دادند و نقشهای فرعی درون را برنگی گل تخته های کندکاری شده می گذاشتند. در آرایش بیناها صفار سیرداری نقشین به طور خیلی فراوان به کار برده می شد. گاها زیر مینا یا روی مینا را با صورتهای زرین یا رنگین زینت می دادند. دیوارها با خشتهای سیر داده که در فاصله های برابر به شکل عمودی چیده می شدند ساده ولی نفیس آرایش می یافتند. روی گچکاری شده دیوارها گاها با نقشبندی بسیار زیبا پوشیده می شد. اصول قدیمه آرایش بینا تماما از بین نرفته بود، چنانچه کندکاری های بیمینای عصرهای 11-12 در عمل معماری عصر 14 نیز به نظر می رسند. در نقش‌های روی گلتخته، صفار سیردار و نقش و نگاری دیواری دقت کس را بیش از همه زیبایی و گوناگونی مرکب‌ترین تصویرات نباتی و هندسی به خود جلب می نمایند. هنری اختراعکارانه مصوران که این همه نمونه‌های عالی را برای استاهای سفالگر و یا نقشبندها تهیه کرده اند نهایت حیرت انگیزند. مخصوصاً کتیبه های با خطهای گوناگون ثبت گردیده یادگاری های با شکوه معماری را که از محفوظ ماندن هنری خطاطی به درجه بلندی پیشینه خود شهادت می دهند باید ذکر نمود. قید کردن لازم است که هنری خطاطی و نقاشی آثار بسیار زیبای خود را نه فقط در ساحه معماری بلکه در دیگر یادگاری های صنعت دستی مردم آن زمان نیز باقی گذاشتند. از این لحاظ دو کوزه گیلی که تنه ناکشکل آنها با خطهای نقش و نگاری خیلی خوبی قالبی زینت یافته است بسیار جالب می باشد. در یکی از این خطها نوشته جاتی هست که در آن نام و سنه ثبت گردیده است: عملی استا عبدالرحمن، سال 721 سال 1321 میلادی. خطی کتیبه خیلی جلی است، در هر دو کوزه یک خیل است، اما نقش و نگاری آنها از هم فرق می کند. بعضی نمونه های سفالالات سیردار که از خوارزم و ترکمنستان جنوبی یافت شده اند دارای اهمیت کلان بدیعی می باشد. از نقش و نگاری معبدهای بودایی مرو فقره های زیاد با تصویر خرگوش، اژدها و غیره محفوظ مانده است. خلق تاجیک در دوره چنگیزیان. علم و ادب تاجیک در عصر 13 میانه های عصر 14. از طرف اردوهای چنگیزخان اصطلاح شدن آسیای میانه به ترقیات فن و ادبیات ضربه کلانی رسانید. در عصر 13 و اوایل عصر 14 ادبیات مخصوصاً در آسیای صغیر، جنوب ایران و هندوستان، یعنی در آن محل‌هایی که در تحت تصرف مغول‌ها قرار نگرفته بودند رونق می‌یابد. فقط در آخر عصر 14 و ابتدای عصر 15 مرکزهای ادبی از نو و ماوراء النهر و خراسان می‌کوچند. در عصر 13 بزرگترین سیماهای نظم فارس تاجیک جلال الدین رومی، سعدی شیرازی و امیر خسرو دهلوی به میدان می آویند. جلال الدین رومی 1207-1272 اصلاً از قدیمترین مرکز تمدنی خلق تاجیک شهری بلخ می باشد. او قبل از تعرض مغول در سن 14 سالگی با پدر خود از وطن هجرت نموده به نیشاپور، بغداد، حجاز، سوریه و آسیای صغیر رفت و در قونیه آسیای صغیر اقامت اختیار کرد. وی اول با راهبری پدر خود در قونیه، سپس در حلب و دمشق تحصیل نموده معلومات نسبت به آن زمان مکملی به دست آورد و چندگاه به درسگویی مشغول شد. ولی در سال 1224 او با تأثیر ملاقات یکی از درویشان درسدهی و راهبری کارهای طریقت صوفیه را به خلیفگان خود واگذار کرده
خود گوشه‌نشین گردید. جلال الدین رومی از بزرگترین عالمان و شاعران متصوف است. اثرهای خیلی مشهوری او یکی دیوان غزلیات و دیگری مثنوی معنوی می باشد که از 6 جزء 36,000 بیت عبارت بوده اساسهای فلسفه تصوفی را در بر گرفته است. وی با این اثری خود نوعی مثنوی عرفانی را تا به آخرین درجه ترقیات آن پیش برد. ایجادیات رومی خصوصا از آن جهت جالبی توجه است که شاعر به مقصد عموم فهم گردیدن اثرهای خود اسلوبی ساده را به کار برده، شکل‌های نظم خلقی تاجیک را چنانچه در غزل سرودهای لیریکی و در مثنوی تمثیل را استفاده می نماید. مصلح الدین سعدی شیرازی تقریباً 1219-1292 در شیراز به تحصیل علم شروع نموده، پس از آن به بغداد رفت و در مدرسه نظامیه دوره تحصیل خود را به آخر رسانید. از یک طرف شوق جهانگردی و از طرف دیگر ناآرامی هایی که هنگام هجوم اردوی مغول در وطن سعدی روی داده بودند او را به مسافرت دور و دراز کشورهای گوناگون شرق وادار نمودند. سعدی در آوان این مسافرت ها که 30-40 سال دوام کردند حجاز، بغداد و افریقای شمالی را سیاحت نمود. او در سال 1256 به شیراز برگشته به جمع کردن و ترتیب دادن اثرهای خود مشغول گردید. ایجادیات سعدی به تأثیر نظم قدیمه تاجیک تشکل یافته با آن عضواً مربوط گردیده است. بنابراین با وجود آنکه سعدی شاعر شیراز بوده بیرون از خطه آسیای میانه آفرینندگی کرده است و اینچنین به تاریخ نظم تاجیک داخل می شود. سعدی غیر از گلستان و بوستان بسیار شعر هم نوشته است. از جمله چند سلسله غزلیات به قلم او تعلق دارد که به این وسیله شاعر در تاریخ انکشاف این نوع نظم کلاسیکی فارس و تاجیک مقامی شایسته اشغال نموده است. سعدی در برابر آفریدن نمونه‌های مکمل نوع غزل در نثر بدیعی هم استادی خود را نشان داد. از طرف دیگر وی اصول پند و نصیحت را در ادبیات بیشتر جاری کرد و نوع اثرهای تعلیمی را خیلی تکمیل نمود. شاعر در اثرهای پندآمیزش عقیده‌های انسانیت پرورانه خود را عکس کنانیده غایه‌های وطن دوستی را تبلیغ کرده است. سعدی ظلم و تعدی و ستمکاری‌های دولتداران را محکوم نموده حاکمان را دعوت می کرد که به مردم عادی با چشم احترام و قدرشناسی نظر کنند. او به کم قناعت کردن را تلقین می نمود و مال پرستی و تجمل خواهی را مذمت می کرد. در عین زمان ایجادیات این شاعری بزرگ از محدودیت‌های تاریخی و صنفی خالی نیست، چنانچه او ضرورتی در پیش زورمندان سر اطاعت فرود آوردن را قید نموده یک نوعی به خود خاصی مرامی به مقابل بدی سرنبرداشتن را تبلیغ و تلقین می کند. امیر خسرو دهلوی 1253-1325 در یکی از شهرهای شمال هندوستان تولد یافته است. پدر او اصلاً از شهر کیش بوده. در وقت هجوم مغول از ماوراء النهر به هندوستان فرار نموده است. امیر خسرو پس از ختم تحصیل شهر دهلی را اقامتگاه خود قرار داد و در دربار سلطان مشغول فعالیتی ایجادی گردید. او علاوه بر دیوان اشعاری که از 5 قسمت عبارت است، بر رویه فرزندی ذکاوتمند خلق آذربایجان نظامی خمسه نوشت. امیر خسرو در این اثر خود اگر چندی موضوع قدیمه را نگاه داشت، لیکن در اسلوب داستان و توصیف قهرمانها دیگرگونی آورد. او نسبت به دیگر شاعران در بابت گرفتن موضوعهای محلی زیادتر جسارت نمود. از اثرهای داستانی او قران السعدین
درباره ملاقات سعد با پدر خود بغراخان، مفتاح الفتوح، کلید فتح‌ها و 9 سپهر در موضوعهای محلی نوشته شده. این طریقه اثرهای شاعر علاوه بر قیمت ادبی دارای اهمیت بزرگی تاریخی هم می باشد. داستان عشقی افسانوی او خیزرخان و دولرانی که درباره شاهزاده هندی و معشوقه وی حکایت می کند خیلی قابل توجه است. امیر خسرو با زبان محلی ریخته که بعدها اساس زبان اردو را فراهم آورد نیز اثر ایجاد کرده است. او به آموزش و تحقیق فنهای گوناگون، علم شعر و موسیقی هم مشغول می شد. نخستین مجموعه‌ای به ما رسیده نظم تاجیک تذکیره لباب الالباب می باشد که در سالهای 1221 1222 تألیف یافته است. مؤلف آن محمد اوفی اصلاً از مرو بوده، در بخارا تربیت گرفته و در همین جا تحصیل نموده است. او در وقت هجوم مغول‌ها به هندوستان فرار نموده، در آنجا غیر از تذکیره نامبر شده اثری منصوری با عنوان جوامیع الحکایات و لوامیع الروایات نوشت که از حکایت‌های شیرین و افسانه و قصه‌های عجیب فراهم آمده است. دیگر از دانشمندان علم و ادب که در دربار محمد خوارزمشاه خدمت می کردند محمد ابن قیس رازی می باشد. وی نیز هنگام تعرض استیلاکاران مغول ترک وطن نموده در ناحیه جنوبی ایران کنونی پناه برد و در اینجا در سال 1223 المعجم فی معایر اشعار العجم نام اثری دایر به عروض و قافیه تألیف کرد که در آن راجع به شاعران گذشته و معاصر مؤلف معلومات پربها داده از اشعار آنان نمونه ها آورده شده. در عصر 13 تاریخ نویسی خیلی رواج گرفت. از مهمترین اثرهای این ساحه طبقات ناصری را میتوان نام برد که در سال 1260 از طرف ابو عمر منهاج الدین جزجانی نام شخصی از اهل غور تألیف یافته است. این اثر غیر از تاریخ پادشاهان هند، بعضی واقعه های دوره سلطنت غزنویان، حکمرانی مغول‌ها و مخصوصاً تبدلات مبارزه ضد اسماعیلیه را مفصل بیان می کند و دایر به تاریخ دوره عصر میانه غور بهترین سرچشمه به شمار می رود. از اثرهای تاریخی آن زمان که در بابت تحقیق و آموزش دوره مغول‌ها قیمت بزرگی دارند، علل خصوص اثری در ایران نوشته علاءالدین عطاملیک جوینی وفاتش 1283 تاریخ جهان کشا و اثری فضل الله رشید الدین در سال 1318 کشته شده است جامع و تواریخ را نام بردن ممکن است. این اثری آخرین را برتالت نخستین اقدام جدی در بابت آفریدن تاریخ عمومی جهانی عصر میانه می شمارد. خلق تاجیک در دولت تیمور و تیموریان. تاریخ سیاسی، جنبش‌های خلقی. تیمور و اولین قدم‌های او در راه به دست آوردن حاکمیت. خانهای مغول به تدریج دین اسلام را قبول کرده به اطراف خود نمایندگان علما و تاجران را جمع نموده سیاست مرکزیت دادن حاکمیت خانی را پیش گرفتند. چنین رفتار آنها ناریزاگی پیشوایان قبیله های مغول و ترک را به وجود می آورد. این بود که در نیمه اولی قرن 14 در اولوس چغتای یعنی ماوراء النهر مبارزه بین خانها و اعیان قبیله های اکثر ترک و ترک شده نهایت درجه شدت گرفت.
در نتیجه این مبارزه پیشوایان قبیله خیلی نفوذ پیدا نموده، ولی حاکمیت خانی بسیار ضعیف گردید. در نیمه عصر 14 در صحنه سیاست ماوراءالنهر پسری بیکی قبیله برلاس تیمور ظهور می نماید. تیمور اولها در خدمت خانهای گوناگون همچون سرداری کندوتیرها سر می بردارد و سپس تشکیل کننده دولتی بزرگی می گردد. تیمور سال 1336 در دهه خواجه الغار که در قریبی شهر کیش واقع گردیده است تولد یافت. این دهه در مسافه 13 کیلومتر از شهر سبز حالا هم وجود دارد. پدری او ترغی از اعیان قبیله برلاس بود. برلاس ها هنوز در اولهای عصر 14 به وادی قشقدریا مسکن نموده، در برابری به سر بردن حیات بادیه نشینی به زندگانی مقیمی می گذشتند و همچون دیگر مغول های ساکنی ماوراءالنهر زبان و عرف و عادت اصلی خود را گم کرده با ترک های این سرزمین آمیزش یافته بودند. تیمور از سال 1360 سر کرده مدتی 10 سال گاه به طرف یک فیادری حکمران و گاه به طرف حاکمی دیگر گذشته می جنگید و در عین زمان برلاس ها را به اطراف خود متحد می نمود. در سال 1361 خان مغولستان تغلق تیمور سمرقند و شهر کیش را اشغال کرد. تیمور در این وقت به طرف استیلاکاران گذشته خدمت تغلق تیمور را قبول نمود و با کمک او حاکم کیش گردید. اما تیمور در خدمت خان مغولستان بسیار دوام نکرد. شما گفتاری 80 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلوف کارگردان شیرعلی نفضلی.